میگم نعیم جان رفیقمون حالش خوش نیست. واسه چی داشت؟ نمیدونم والا، ما همه تو کما هستیم که این بنده خدا چشه. هرچی من میگم زبون بسته، زبون باز نمیکنه. ما جان تو ما مشکلشو بدونیم. شمس داداش، ما سالاست که با همین دردمون مشکلمون همه چیمون یکیه. هر بزن خودتو خالی اینجوری که نمیشه داداش. ده منم همینو میگم چته بابا، هرچی داری برید بیرون. بابا هم رفیقیم، دردمون غممون یکیه. جان مادرت بگو چته، مثل بوت نشسته اینجا. الو، گفتم ندارم با خدا الان نصف شبه، از کجا بیارم؟ بله چه کار کنم؟ الو شمسی میگی چی شده یا نه؟ بچم رو تخت بیمارستانه. تخت بیمارستانه؟ اینم صابخونه‌مون بود، میگه قراردادمون تموم شده، باید 10 میلیون تومان دیگه اضافه کن. امشب باید 500,000 تومان به کرایه خونه‌مون اضافه کنم یا خونه رو خالی کنم. ای بابا درست میشه درست میشه. عجب آدمی. بیمه ماشینم تموم شده، یک مسافرم نمیتونم جابجا کنم. واسه نون خشک شبم موندم، هزینه دوا و درمان بچه‌م به کنار. باید یک فکری بکنیم، اینجوری که نمیشه. نشنید مثلا چی کار کنم؟ شمسی به یارو بگو تا فردا صبر کنه، پولو جور میکنیم. چاره ای نیست، مهلتی نداریم، خونه گیر نمیاد. بریم. نمیشه دست رو دست هم گذاشت. نعیم تو هم دنبال دوا و درمون بچه باش. من دیگه رفتم دوستان. الو سلام. ببیشم فردا ساعت 10 میدان مرزبانی، فراموش نکنی ها.